شما میتونستین که درباره همون شکرابی با آلوچه کمک شرح بدین؟ من شکرابی با آلوچه یگون بار خوردگی نیستم، دروغ است. این خیلی باید یک لیدری دلسوز. اگر همین باید نباشه کی را شما میتونین همچون لیدری دلسوز بینین؟ نابود میشه. یگون وظیفه نمیخوام. مرا بگذارن که در همین داخل تاجیکستان، من در اینجا میگم من از وظیفه‌ام بذارم، از همش مرا بگذارن که با روزی نشه که بخواین که برای شما وظیفه بدن. نه برادر عزیز، من تلفن کرد گفت وی میگه که شما روسیه را تمام کرده که اینجا اومده بود مصر تازه میکنی. ببین همین دولت ها را میدونن که ما در روسیه سبب در چیست؟ سبب در بی‌صاحبی و ما بی‌صاحب هستیم، صاحب نداریم. من آستا دیگه نامش از تمام صحیفه های زندگی چگونه که کریموف فبیوز کسی کریموف نمیگه. ما بمره و تمام ما فرزنداش زندگی کنن. یعنی با مردن امام علی رحمان مشکل تاجیکستان میتونه حل بشه؟ مشکلاتی که ما داریم البته حل میشه. خیلی فرض کردیم که امروز امام علی رحمانوف مرد. امروز امام علی رحمانوف مرد. آیا یک انقلابی صورت میگیره؟ میگیره. برای که این فرزند او را کسی قبول نداره. فرزند او را حتی همین حکومت روسیه که چیز قبول نداره فرزند او را. با چی دلیل شما گپ میگین که فرزند او را قبول نداره؟ چندین اخبار و چندین واقعیا کردگی است. خودی رحمانوف همین بود 11 اکتبر 2020 با خودی رحمانوف نامزد چه میگذاره. یعنی خیلی موضوع خوب شما بگیم که قید کردین. با فکر شما چرا اینقدر عجله دارد رحمانوف در انتخابات؟ عجله رحمانوف برای آن هست که هرچه زودتر همین انتخابات بگذارد. خب انتخابات زودتر در این کرونا ویروس مردم نیمش در روسیه هستند دیگه و دیگر رهاهوی نیستند. هرچه زودتر باید بگذرد انتخابات رحمانوف باز پرزیدنت میشه با فکر شما؟ باز میشه. فرزندش نمیمونه؟ فرزندش اگر که با روسیه صحبت ها خوب را پدیش که باشد با همسایه فرزندش که قبول. یعنی که با فکر تو ما میگیم که مستقل هستیم اما حتی بگیم که رئیس جمهور ماندن هم باید که از روسیه بپرسیم. کنیش نه برادر عزیز، هر کاری در تاجیکستان میشود روسیه دست روسیه است. هر کاری در تاجیکستان ما مستقل نیستیم. کدوم میگه مستقله و احمق است. بله ما بیرق داریم و ما ریسپوبلیکا داریم، گیم داریم دیگر لیکن ما مستقل نیستیم. فهمیدی؟ ظاهرا مستقیم، داخل اون پر از سپورش است. فهمیدی؟ پر از سپورش است. همین رحمانوف هم میخواد قدر ظلم کنه. رحمانوف ظلم نمیخواد بکنه لیکن اما بالای سپورش میشود. لیکن رحمانوف هم یعنی شما با این باور هستین که این سپورش روسیه میکنه که رحمانوف ظلم کنه؟ بله روسیه میکنه. یا اینکه بگیم که روسیه رحمانوف حمایت میکنه و رحمانوف ظلم میکنه دوام. همین حمایت روسیه نباشه رحمانوف در 24 ساعت نیست نابود میشه. 24 ساعت نیست. از همون داخل خودش نیست نابود. شما حمایت چین به نظر نمیگیرین؟ چین حمایت چین او قدر چی نیست، مهم نیست برای رحمانوف. حمایت خودی روسیه. چقدر حمایت چین اونقدر بگیم که مهم نیست برای رحمانوف که رحمانوف زیاده از 4 میلیارد دلار از چین قرض داره است؟ نه قرضدار هست، بله قرض گرفتگی است. نه که همون ریچکی که رحمانوف دارد در دست یعنی پوتین است، در دست روسیه است. خب همون روزی که پوتین از بین رفت رحمانوف هم از بین میره. همین مخالفی که در روسیه هستند، مخالفین در روسیه، همین اگر سری قدرت بیاید رحمانوف و نمیدون نظربایف و لوکاشنکو و دیگر
آذربایجان، همه اینا به خاک یکسان میشه. با نزدیکی در بلاروس انتخابات است. با فکری تو کی دوباره پرزیدنت لوکاشنکو دوباره پرزیدنت میشه؟ من درباره بلاروس گپ نمیزنم، زیرا که خودی در دیگر دولت ها ما باید کار نگیریم. ما دولت خودش است، حکومت خودش است، خودشون کار بیاد. ما درباره تاجیکستان خب شما که درباره لوکاشنکو گفتین مثلا دیگرو با همون خاطر سوال کردم که چی گپ میشه با لوکاشنکو؟ با لوکاشنکو خدا دانا است، همه چیز الله میدونه چی گپ میشه. اوزی وضعیت لوکاشنکو هم با روسیه بسیار متشنج است، به خاطر اگر که روسیه نخواد لوکاشنکو هم نیست، نابود میشه. اگر همین روسیه که نخواه لوکاشنکو هم نیست، نابود میشه. یعنی همه کشورهای پشت‌شوروی وابستگی از روسیه دارند. بله همه کشورهای چی پشت‌شوروی همش وابسته از انمی روسیه دارند. هم مثلا یک حکومت نوی که اومد در تاجیکستان حکومت مردمی باشه، اون هم باید وابستگی از روسیه داشته باشه. ما همکاری باید کنیم با همسایه‌های خود. اما وابستگی گپ درباره وابستگی با وابستگی باید ما هیچ وقت زویسیم نباشیم. همکاری میکنیم، دوستی میکنیم. باید ما دوستی کنیم با ازبکستان، قرقیزستان، روسیه، قزاقستان، هر دولتی که افغانستان، پاکستان، دیگر دولت ها باید ما دوستی کنیم، رفت آمد کنیم، تجارت کنیم. با فکر شما کم از موضوع بیرون بریم، با فکر شما مقصد اساسی ایزد امان چی است؟ هدف اساسیش یعنی به خاطر چی مثلا همچون یک نفر سیاسی خودش حاضر نشان میده و به خاطر چی من سوال میکنم؟ چون که میبینم که مردم طرفداریش میکنن و از یک شخصی که شما در روسیه زیاد زندگی کردین، زیاد با مردم رفت و آمد داشتین، از همون شخص میخوام بپرسم که تا چی قدر مردم تاجیک طرفدار عزت امان هستند و تا چی قدر عزت امانوف در سخنهای گفتگی خود صادق است؟ عزت امان فقط صحبت میکند، وعده میتید، وعدای دروغ است. گو من 10,000 آدم لشکر میکنم قرقیزستان میرم، همه این یک لغو و دروغ است. مردم دروغ میکند، جوانان دروغ میگه. جوانای ما بسیارش از ناخوانده هستند، جوانای ما بسیارش صرف 9 تمام میکنه روسیه میه. خب این بیچاره ها نمیفهمند. آیا عزت امان میبینن در اموجا یک правозащитник تمام انا که تمام عزت امان از دستش چیزی نمیآید. برعکس عزت امان حکومت رحمانوف یاردن میکند و عزت امان از حکومت رحمانوف فایده میبیند. ببین که در انتخابات پارلمانتی عزت امان انا ما با چند نفر خستیم اومدیم. گیجو میری وقتی که تو رحمانوف قبول نداری، میدونی که دروغ است، انتخابات دروغ است، بایکوت کن، نرو انتخابات. رفته بود انتخابات، رفته بود پیش سفارت تاجیکستان ده بود. انا من اینقدر آدم گرفتم، گیجو برده گفت آدم دروغ است. این عزت امانش هم دروغ است دیگه و دیگر. یعنی مردم با کی باور کنن؟ مردم باید به خودش باور کنن. یعنی چخیل مردم به خودش باور کنن؟ یک نفری در کاره که این خلاف باید یک لیدری دلسوز. اگر همین باید نباشه کی را شما میتونین همچون لیدری دلسوز بینین؟ لیدری دلسوز ما اینجا بسیار جوانان رو میبینیم، بسیار کسا هستن. حتی در داخل تاجیکستان هم شخصیت های من میدونم در داخل تاجیکستان هم هست که حکومت رحمانوف نمیخواهد. من شخصیت هایی را میدونم در MVD صورت رحمانوف زدگی است، سرش خم میکند، دشنام میکند رحمانوف. سرش خم میکند، دشنام میکند رحمانوف. ما با اونا بسیار دوستی داشتیم. حتی جوانایی بودن که در روسیه در سن پتربورگ میخوندن، در سن پتر همه اونا سلیدواتل مفتیش دیگر شدن در تاجیکستان. همونا قطعی یگان کس رحمانوف نمیخواه، یگان کس. در داخل تاجیکستان شخصیت های هست که رحمانوف در مقامات است، در مقامات کار میکند، از رحمانوف بیزار هستند. اما چاره ندارد که هر چه زودتر امین رحمانوف نیست نابود شود. چاره نیست. خب چیکار کردن در کار که همون لیدر پیدا شود؟ هم باید شاید این چیزا لیدر باید یک لیدر پیدا میشه. باید لیدر یک مردم باید لیدرها باید غیرت و ناموس داشته. اگر کبیری با میخواهد، دادوجان عطااللهیف میخواهد، من شرافالدین گدایف، اگر اینها مرد باشند بیان مصلحت کنند. مردم تاجیک همه در فرودگاه
بروند اونها را استقبال کنند. اینها لیدرهای ما هستند. اینها را نگذارین. یعنی شما گفتین که دادا جون عطاالله، شرافدین گدایف و کبیر لیدرهای شما هستند. لیدرهای من لیدری خلق باید باشن. اگر خلقی باشن اینها باید جمع شوند. خب به خاطر اول خاطر الله، به خاطر ملت. شما هر روز فیسبوک ها هوی میکنه که فلان بچه تاجیک، من یک هفته نگذشته یک بچه تاجیک 19 ساله را پروندن در روسیه، در پیشش یک автомат دیگر را پروندن. خب چند جوان دیگر را در سن پترزبورگ بازداشت کردن، اونا را 20 سال 30 سال ترمه میکنن. دلی تو برای اونا میسوزه؟ بله میسوزه. ما باید مثل یک اعضا باشیم. اینمی اعضای من اگر دست من در درد ندراید، تمام اعضای من درد ای را باید شریک باشد. شریک است، حس بکنه. انمی مثل انمی باید باشه. یعنی با فکر شما همه احزاب سیاسی باید که یک جایه شوند و با یک مقصد، یک مقصد همه ما چی است؟ مقصد همه ما نابود کردن حکومت دیکتاتورانه همین است. از بین بردن حکومت دیکتاتورانه، برپا کردن حکومت سالم مردمی خادم برای ملت، خادم برای ملت تاجیک باید باشه. خیلی فرض کردیم که حکومت مردمی تشکیل شد، اولین روزش شما میتونید شرح بدین؟ اولین روزش دست همون لیدرها است. من یگون وظیفه نمیخوام. مرا بگذارن که در همین داخل تاجیکستان، من در اینجا میگم من از وظیفه‌ام بذارم، از همش مرا بگذارن که روزی نشوه که بخواین که برای شما وظیفه بدن. نه برادر عزیز، من یک چی میخوام از همین، اگر حکومتی نباشه مرا بگذارن که در جامعه تاجیکستان چرخ بزنم، همون آدمی که پاره میگیرد همون را قپیده آورده در 20 سال باید ترمه کردن در کار. 20 تایمی را 20 سالی بته، یگان کس دیگر پاره نمیگیرد. آیلی که گیشنیک باید 4000 5000 سامان باشه، نه که خون ملت باید چیکار نکنن؟ نمکن. در همین جا ببین یک آدم اگر یک نروشنی میکنی چی میکنی؟ در پشتت میآید، میری در بانک میسپاری، بودجه مردم هم زیاد چیدن میگیرن. اما اینا چیکار میکنن؟ اینا پول مردم هم میکشن، میگیرن، پاره‌گیری میکنن و مردم دوغ و پوپیسه میکنن، حقارت میکنن. زنای گایشنیکا را شما میبینید در یوتیوب که چندین آدم ها را چیکار، حتی هم گایشنیکای ما بی غیرت هستن. یک گراجدانی قزاقستان بود، او روز والا الان در یوتیوب در فیسبوک تماشا کردم، ببین که برای یک گراجدانی قزاقستان اونا را ترسون گایشنیکا گرفتن. وقتی که تو از یک گراجدانی قزاقستان میترسی، در NVD و در حکومت چی کار میکنی؟ جنایت کرد، خود گراجدانی سریعو باشه باید جواب بگه، در نزد قانون تاجیکستان جواب بگه، نه که اونها ناحق بدن، شاید برای اینکه گرفتن رفتن. اگر که وقتی که نمیری او را کشادی گرفتی، باید چیکار کنی؟ تا آخر اون دلش تا آخر بری. خب چه چیزی میتواند باعث پیشرفت تاجیکستان بشود؟ پیشرفت تاجیکستان آدمای با سواد، با عقل، خواندگی میتواند که تاجیکستان پیش بره. هر آدمی که دیروز سال 92 کاستوم بروکه با کراسوفکی پوشید، خب گلستروک زدگی، از یک نمیدونم 10 مرده بود و چی بود اومد سری قدرت، این هیچ وقت تاجیکستان پیش بردن نمیتونه. شما که به نظر رحمانوف کشته اومد، کاستوم بروکه با گلسترو پوشیده اومد، کشته اومد در سر قدرت است. یگام ذره رحمانوف پیش بردن و 4 تا دامی ساخته. دامای زیبا برای ما در کار نیست، بیرق 1 میلیون 2 میلیون در کار نیست، قصر ملت در کار نیست. در جای قصر ملت برای ما زواد بشو که 50,000 آدم کار کنه. برای بیرق 166 متره در جای ای برای ما یک کارخانه وی که مردم تاجیک چور کنه با کار تأمین شود. انا این برای من در کار است. ما الحمدلله میتونیم که تاجیکستان پیش بریم. چرا امروز از ازبکستان میوگی میآید؟ چرا از تاجیکستان نمیآید؟
من این مگزینو همینجا میبرم از خربز و تربوز ازبکستان برایتون نشون میدم. تو که مهمانی من هستی، من همین روز میبرم نشون میدم. خربزه ازبکستان، گلوس ازبکستان، نمیدونم تربوز ازبکستان، حتی سبزی زرد است از ازبکستان میاد. سبزی زرد از ازبکستان. یعنی از تاجیکستان هیچ چیز از نمیاد. تاجیکستان هیچ چی نمیاد. چیکار میکرده باشن این من نمیدونم. چیکار میکنم؟ من در همین جا هستم. بسیار من با گوشت حلالم سر و کار میکنم. من با دهقانای اینجا بسیار صحبت میکنم. اینا دهقانی میکنن. این همی دولت دهقانی میکنه. گرمانیا میاد از این گندم میخرد، گریچکا میخرد. گرمانیا میاد گندم گریچکاش میخرد. حالی چیش نو گرفته پولش میتیه. حالی زراعتش نو گرفته. یعنی تاجیکستان هم میتونه این کارو بکنه. میتونه. تاجیکستان فقط همین روسیه جوانا میرن در روسیه. ما باید سوای دهقانی کنه. خب دانشمندی شکنه. تاجری شکنه. تاجرای را ببین که حاجی عمر را ببین چند قدر نفوذ داشت، کارگر داشت. چیکار کردن؟ کارخانه‌اش گرفتن، بالاخره قتلش کردن، مال و ملکش گرفتن. امید 88 ببین. چندین 360 زپرافکا داشت. اگر در 360 زپرافکا 10 آدمی کار کنه، چند آدم کار میکنه زیر دست میتونی؟ زید سعید تاجرو پیش میبرن کشور دولت. ما نداریم. چرا مردم تاجیک میلیونر ندارن مثل علیشیر عثمانوف؟ چرا ندارن؟ به خاطری که هر یک آدمی که میلیونر میشود رحمانوف از بالای سرش میزند که تو داخل شو. یعنی رحمانوف نمیخواد که ملت نمیخواد. چرا؟ ملت که بای شود در سیاست دست میزند. ملت که بایشید فکر دیگر چیز میکند. ملت که باشید سیر میکند، جهان میگردد، توریست میشود. من ندیدم از تاجیکستان یگان آدم میگه توریست بیه. اومده گیجا یا فوریست است یا استرایکا کار میکنه دیویش. ببینی من یک چیز من یک جوره بوی دارم در همینجا. خطیم بسیار دوست است. یه روز ما تسلیم گرفتیم با همه برادرای حزبی و دیگر کسا. رفتیم یک جوره تازه کردیم. بعد در اخبارو برو اومدیم. بعد همون آدم مرا تلفن کرد. خب تلفن کرد گفت وی میگه که شما روسیه را تمام کرده که اینجا اومده بود مصر تازه میکنی. ببین همین دولت ها را میدونن که ما در روسیه فقط استرویکا و دوورنیک و دیگر. ما گفتم خیلی شرم‌آور بودی؟ کنیشنا شرم‌آور بود. سرخ شدی؟ کنیشنا من توضیح همین SMS دارم. همین SMS میره در کارش میبرم نشانشون میتونم. در تلفنتون دارین؟ در تلفنم در خانه تلفن نه، در تلفن دیگرین رفتیم ولی خانه نشانت میتونم. شرم از کنیشنا. جمشید روشن ملت ما را گفتن نه ازبک نه دیگر. روشن جانش بود همی رحمت کنه کرامت شریفه کم چی کرد. یگام حکومت داری ما پروان نداره. برای که وایو زویسیم از چی از انمی روسیه. اگر که ما را بچه 6 ماهه ما را در روسیه کشتن، دختری 5 ساله ما را تجاوز کردند، کشتن. خواهر من شما را این خواهر من است، او دادر من است. کدام می حکومت دار چیکار کرده تو نیست؟ نوت روی کرد و همون نوت خاموش. چیکار کرده تو نیست؟ یگان کار کردن تو نیست. آیا تو نیستن که همین زیناگر تروریست بدبختی پدافیل بدبخت ترمه کنن؟ تا ها زیر زور دادیسن یگان کار کردن نمیتونن. سبب در چیست؟ سبب در بی‌صاحبی و ما بی‌صاحب هستیم. صاحب نداریم. یعنی که حکومت رحمانوف صاحبی کردن نمیتونه. ما از کجا صاحب کرده میتونه؟ حکومت رحمانوف نال است. نال. صفر است حکومت رحمانوف. حکومت رحمانوف برعکس قاتل ملت خچ است. هر کس من حقیقت گفته استم. خب
پوتین هم میگن تو تکوی ترامپ هم میگن که اینا پرزیدنت های ابدخورد دنیا هستن. من اگر رحمانوف بگم من تروریست شدم. شهروند دیخچه تروریست میبرن. شرم نیست رحمانوف ده. شهروند دیخچه اکستریمیست میبرن. این رحمانوف حکومت داریش است. شهروند دیخچه مایل این مردمی توجیه که در داخل عدلا میبرن حقارت دشنام میکنن. حتی یک همین حزبی را شورت رحمت الله را خواهرش قریب تجاوز میکردن. بدبختو. اینا رحم ندارن. اینا را حکومت مردم اینها در همین نفرات در آینده با فکر تو باید جواب نگوین. همین نفرات که یعنی که دست به عورت دیگر نفرها میزنن. نه، کدامی که دست به عورت ها میزنن اونها جوابگر هستند. من همه اینها رو در نظر ندارم. من کسایی گفتم که در نام اینها زباد هستند، در نام اینها دیگر کارخانه هستند. خب اونو دارن. اونا دوستای هم هستند. باید ما اونو نگریزن. اونو بیسن در داخل تو. حتی همون ما میخواهیم که همون خانه های اینها، دچه های اینها یک جوانی کم بغل در مخالی خانه‌ای که رحمان رو زندگی میکنه باید به اینها داده شود. به اینها گرفته داده شود. خیلی نیک صحبت خوب داشتیم برادر سلیمان دولتوف. در حقیقت میبینیم که ریش شما هم سفید شده است. ریش ما از به خدا قسم به الله قسم وقتی که ما در ویدیو در اینترنت زنهایی که میبینم نانی خوردن ندارد، مردم در تاجیکستان در اینترنت ها میپرتوین، والله من اش میریزم. ریش من از غم ملت سفید شدگی است. یعنی غم ملت ریش شما را سفید کردگی است. من غم پدر و مادر ندارم. خب مرا مگر باز میگن ای تا از پدر دوری از مادر دوری، برای من همه مادرهای تاجیک مادر است. برای من همه پدرهای تاجیک پدر است. برای من همه برادرهای تاجیک برادر است. برای من مردم تاجیک بهتر و خوبتر است. ببین که صحابه های پیغمبر بودن، پدر و مادرشون فدا کردن. خب در راه دین، در راه آزادی و در راه آبادی و در راه اسلام. اما ما در راه ملت، در راه آزادی و آبادی باید ما کوشش کنیم، حرکت کنیم. خب به همین خاطر من برای ملت، یعنی غم ملت سبب شد که ریش شما سفید شد. ریش من سفید شد. بله من جوان هستم، 33 ساله هستم. من راستی حیران شدم وقتی که دیدم ریش شما سفید شد. همی است یورا. زندگی دنیا همی است برادر. زندگی همی است. بله ریش سری مو، موی سری مو سفید شد از روی چی؟ از روی مبارزه. در این مبارزه حقارت میکنن، دشنام میکنن، سخنهای قبیح میگن، هر چیز میگن. یعنی همون سخنهای قبیحی که میگن خیلی ناراحت میسازن. من ناراحت نمیسازم. من دلم میسوزد برای اونها. برای اونها که اونها در مقابل حق با دشنام میکنن. در مقابل حق سخنهای ناجا گپ میزنن. خب ما هر کسی که در راه حق ببراید پیش راهی او در خار است. خب پیش او در چاه است، در چاه میغلطد. یک دوست خدا میگه که مبارزین 3 طایفه میشود. 3 طایفه. یک طایفهش در سنگر است، مثل من و شما الحال مبارزه برده سید. یک طایفه دیگهش مثل حاجی عمر خدا رحمت و مغفرتش کند زیر خاک است. یک طایفه دیگهش مثل مقصود، مثل عبدالرحیم واسع، مثل دیگرها، مثل حزبیا، اینها چی است؟ داخل زندان. امی است دنیا. اگر بخوای که به هیچ کار نگیری، عیش اشرت کنی، برات استراحت کن. کاردار نشو باشی، استراحت کرده میگردی. نه که این راه مبارزه را گرفتی، در این راه مردن دارد، زندان شدن دارد و مبارزه را با طایفه دیگهش بردن دارد. ما زندان شدیم. نه که شاید ما را این روز از فردا است بکشن. شاید ما را این روز فردا است دیگر مبارزی ما را بکشن. همین در این راه مردن هم انتظار باش. در این راه از بین رفتن ایترم انتظار باش.
شما با تاجیکان اروپا چی گفتنی هستین؟ با چی کارا باید بیشتر مشغول بشوند؟ توجیکای اروپا باید ما جوانای ما خوب بخوانند، دانشمند شوند و کسانی که مبارز هستند مبارزشان برند، مبارزشان جدی برند، باز در زمین یک تجارت دیگه هم داشته باشند. خب یعنی تجارت باعث میشه که مبارزه را انسان سخت‌تر میبرد. بله، مبارزه، هر یک مبارز اگر در داخل تاجیکستان 100 آدمی داشته باشد، خب 100 آدمی در داخل تاجیکستان داشته باشد، حکومت تاجیکستان از بین میرود. 100 آدمی هر یک مبارز کمک کنه، پلی مالی آسته به خود نزدیک کردن بگیر. یعنی همین بود نصیحت خودت به تاجیکانی که در اروپا هستند؟ نصیحت ما به مردم تاجیک است بخل و کینه‌شان از قلبشان نابود کنند، متحد شوند، آباد شوند. خب اگر که بخل و کینه داشته باشه به هیچ جا ما نمیرسیم. با رنگ همینجا 25 سال 30 سال ممکن شاید ما در همین اروپا باشیم. لیکن اگر که ما به خاطر خدا به خاطر ملت بخل و کینه را نابود کنیم، همه متحد شویم، انشاءالله ما به تاجیکستان برمیگردیم. یک دست صدا نمیبراید، وقتی که دو دست زد صدا میبراید. خب همین است برادری عزیز، اگر ما هممون متحد شدیم یک جایه ما خواهیم رفت، به جا و مکانمون رسید. نیکی من با لیدرها هم میگم که لیدرها باید چیکار کنند؟ لیدرها باید یک جایه بشینند. خب او دادا جان طالویف است، کبیری است، شام است، نمیدونم کدوم شرف الدین گدایف است. همه اینها باید بشینند، صحبت کنند، سری مسئله بیاورند، هر کسی که طرفدار دارند بیارن جمع کنن، حرکت کنن که 2 ماه دیگر موندگی است برای ببری انتخابی پرزیدنت تاجیکستان. باید مخالفین در حالتی که بیشترشون در اروپا هستند در انتخابات بگیم که نیستن در تاجیکستان، باید چیکار کنن با فکر خود؟ باید در تاجیکستان کار کردن، در کار دعوت کردن، در کار چی دعوت مثلا؟ دعوت زیاد کردن در کار. برادرای عزیز، دعوت باید زیاد شود. مردم تاجیک، ملت تاجیک، شما توکای هازی میگه که رحمانوف، بسیاری کسا میگه که رحمانوف از سری قدرت برود کی را میمونی؟ ببینی شما کی را میتونید همچون رئیس جمهوری آینده ببینید؟ پر از در داخل تاجیکستان هر یک بسواد است. من در همین زیلو بسیار جوانای بسواد دیدم. در توی از 2014 تا 2020 جوانای دیدم که همچنان سواد دارن. اون خیلی زیاد است. پر از سخی، نه یک کبیری و نه یک شرف الدین گدایف دیگه، هر کسی یک پادوان آمد تا نیست حکومت بر فریب و دروغ برده، مردم فریب کرده. نه که ما دانشمند میمونیم، دانشمند میمونیم که مردم فریب نکند. برعکس این دانشمند به مردم خدمت کند، به ملت خدمت کند. انا اینمون میخواهیم که در سر ملت ما یک دانشمند و عادل باشه، برای مردم خدمت کنه، بگذارد نلاگ پس کنه، نلاگ مردم پس کنه، مردم تجارت کنه، رستماش کرده پس کنه. از همین اروپا هزارها ماشین میروه، از همین اروپا، از همین کشوری ما شاید ما اجداد سالش ده هزارها ماشین ها بروه. اگر هر یک 2000 3000 یورگی است، حساب که رستماش کش چند خب پول میشه، پولو گیجا میشه، پولو گیجا میشه. با فکر شما پولو دزدیده میشه؟ پولو دزدید 100% دزدیده میشه. کی میدزده اینا رو؟ من نمیخوام که بسیار چیزا رو درباره این ماشین بیزنس ها گپ زنم، به خاطر که اونا هم تجارت دارن، کار میکنن که یک چی نیم چی کار کنند دخوت بدارن، هر کار کرده میشن، بسیار چیزا رو نقل میکنن، بسیار چیزا رو نقل میکنن. کار کردیسیان ماشین روی میکنن، این قدر که ماشین میرود، یک ماشینی که روی میکنن 1,5-2,000 یورو فقط رستماش است. کمی کمش 1000 یورو است. این پولا همش نابود میشه، همش گیجا میشن، ما نمیدونیم.
در گیجا میسپارد. یگان بار دیده که اچا داده باشد حکومت با ملت اچا دادگی است. یگان بار دیدید که رحمانوف با ملت صحبت کردگی است. های پوتین نه صحبت میکنه سوریه یک بار دو بار. یگان بار در طول 27-28 سال دیده که رحمانوف چیکار کرده باشد با ملت صحبت کرده باشد. شما میتونید که درباره همون شکرابی با آلوچه کمک شرح بدین؟ من شکرابی با آلوچه یگان بار خوردگی نیستم، دروغ است. گفتی همون همون زنه قد صحبت میکنه، گفت آش توپا با آلوچه میشود. بله آش توپا با آلوچه میشود. آلوچه قاق، همون آلوچه کهیه قاق میکنی، بعد از زمستان دوری آش توپا در میپرتوید کمک کرش مزه میشود. لیکن من شکرو و قروتوی رحمانوف با آلوچه بار خوردگی نیستم و دیدگی هم نیستم. با فکر مثلا این سفرهایی که رحمانوف در همین روزهای نزدیک به انجام رسانید یا اینکه مثلا سفر میکنه به این طرف یا به اون طرف، با مردم نشان میده که با مردم زیاد صحبت میکنه، فقط درباره خوردنی و کدو و تربوز و خربزه و همین چیزا گپ میزنه. چیز دیگر نداره رحمانوف. چیکار کنه؟ درباره چی گپ زنه؟ او یگان زبون این دیگر کاری نداره. میره 4 کارتشکاره میبرن بیچاره، 4 کدو میبرن. بعد هم ازبک‌ها هم بیچاره که مرده کار میکنن. یک از عقب زندگیش ازبک‌ها بسیار باغای انگور دارند دیگه و دیگر دارند. خب اونم واره میره مردم فریب میکنن. من میدونم پدرم در تاجیکستان بعد تماشا میکنه او بچه ای رحمانوف مقنشا بزن او بود کرد تاجیکستان. دروغ یاخی میبره فریب میکنه. مسافرای بیچاره دیگه یگان کار هیچ چیره نمیبینن، فقط رحمانوف میگه انا پامیر رفت، انا ایتر قنشا بزنه ایتا او بود کرد. چی را او بود کرده باشه؟ مسافر در تاجیکستان پروا نداره، با پوش زدگه بچه‌اش رسی پول روی کرده کتا خورده است. نه زندگی را نمیدونه که بسیاری همسایه‌اش گشنه هستند، نمیدونه که بسیاری مردم تاجیکستان نان خوردن. در همین کرونا ویروس به نهایت مردم تاجیکستان گرسنه بودن، به نهایت. ما که خدا دروغ نشه والله قسم شاو ساعت 10 شاو تلفن کردن یک دو شناس از تاجیکستان گفت زنم کرونا ویروس شد، تمام جو میرم پلم نمیتونم. فهمیدی؟ ما گفتم که آزی فلان جا میری همونجا 1000 سومون میتونی. رفتن 1000 سومون. مردم پول ندارن. باز میگه که در کرونا ویروس به پول تبابت روشون سیو میکنن. اگر پول نداشته باشید سند نمیبیه. فهمیدی؟ مردم گرسنه هستند. تا حاضر میندارو میکنه. هر جمعه برای من چی مینویسه؟ تبریکات مینویسه و تشکر. من برادری از هر چی که میبینی ای خدا ببین اون مالی من نیست. او را خداوند با واسطه من تو دا آورد. خدا را تشکر و سپاس کن. مرا گیجات سپاس و تشکر میکنی. هر چی که میبینی ای الله ببین. یعنی شما با این نظر هستین که همین سفرهایی که رحمانوف به دهات تازه بگیم که میکنه، این سفرها فقط به خاطر خاک پاشیدن با چشم مردم است. با چشم مردم خاک میچوشه. این همین میگم که زنبیر ود کردن رحمانوف است در تلویزیونش، دیگر چیزی نیست. این همین زنبیر ود کردن میگرده. مردم فقط در گوشش لپشه وشید میکنه. تمام. این همین خیلی کار داره. تشکر زیاد. اینک ما صحبت خود با برادر عزیز سلیمان دولتوف به انجام میرسونیم. در حقیقت تشکر زیاد میگم به اکای سلیمان که بگیم که وقتی خود برای ما دادن و با ما صحبت کردن و انشاءالله که باز هم همین روزهای بیاید که با نفران سیاستمدار، با نفرانی که در راه مبارزه هستن با اونا صحبت بکنیم. و یک چیز دیگر دوستان عزیز فراموش نکنین که هر یک نفری که آماده هست صحبت بکنه، خواه حکومتی باشه خواه از طرف مخالفین باشه، میتونه که با من صحبت بکنه و اگر که گپ داشته باشه میتونه که در پیش کامیرای من گپاشو بگه. خوب خداحافظ تو باشه. سلام علیکم. خداوند یار و مددگارتان باشد. الله شما را اولا مهاجرین ما را از تمام آفت‌های زمینی و آسمانی نگه بدارد. در کسب و کار و مال و جانتان برکت عطا بگرداند. ساق سلامت با دستی پور با کیسه های پور به نزد والدین به نزد زن و فرزندانتان رفتن به سوی تاجیکستان موفق بگرداند. خدای از تهمت بدبختا و روسی‌ها در رسی شما را نگهبان و امین نگهتان می‌دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد. یه عصر بخونیم.